شما از اولم نیامده بودید که بمونید. کسی که قصد موندن داشته باشه میسازه، ویران نمیکنه. کسی که قصد موندن داشته باشه ترمیم میکنه، بازسازی میکنه، توسعه میده، زیبا میکنه، به خونه و حیات سرسبزی میده، خانواده رو امیدوار به موندن میکنه، مدیریت آب و منابع میکنه، حفظ محیط زیستش رو میکنه، حفظ کوه و دریا و جنگلش رو میکنه، خاک و آب و دریاش رو نمیفروشه، پای بیگانه مثل روسیه و چین رو به کشورش باز نمیکنه، بچه‌های خودش رو نمیکشه، زندانی و شکنجه نمیده، فراری نمیده، صنعتش رو نابود نمیکنه، کشاورزیش رو نابود نمیکنه، پرآبترین رودش رو شور نمیکنه، تاریخی ترین و بزرگترین دریاچه‌ش رو خشک نمیکنه، دانشمندای محیط زیستش رو به خاطر هشدار رادیواکتیو زندانی و اعدام نمیکنه، مسافرای هواپیماش رو تو هوا نمیکشه، دانشجو و دانش آموزای نخبه‌شو با اتوبوس تایی دره نمیفرسته، نفت و آب و گاز و خاکش رو مفت نمیفروشه، تاریخ مکتوب کشورش رو حذف نمیکنه، آثار باستانیش رو ویران نمیکنه. اون کسی که اومده بمونه خونه سوزی نمیکنه. شما همیشه با وقاحت اعلام کردین که اگه بخواین برین ملک سوخته‌ای تحویل ما میدین و میرین. اگه عملتون الان غیر از اینو داره نشون میده. شما نیامده بودید که بمونید، فقط آمده بودید که بکنید و ببرید و ببرید، هرچی هم باقیمون بسوزونید. باشه، ولی چیزی که شما نمیدونید و نمیفهمید اینه که ملت ایران تو ذات خودش یه ققنوسه. هر بار بعد از سوختن از خاکستر خودش سر برآورده، قوی تر از قبل. بال گشوده و بال زنان خاکسترشو به چشم متجاوزاش فرو کرده. اسکندر اومد، خورد و برد و سوزوند، اما بازماندهاش در ایران خوی ایرانی گرفتند. مغول‌ها کشتند و سوزوندن و ترسوندن، اما در نهایت تسلیم فرهنگ ایرانی شدند و در اون حل شدند. شماها کی هستین که نتونین به دهنتون پوزبند و به گردنتون افسار بزنین؟ وحشی ترین قومم که باشین بیرونتون میکنین و بازمانده هاتون رو آدم. آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست، گرد سم خران شما نیز بگذرد.